هر حال میدونید که حدود 1 سالی هستش که مشاورین املاک فور یو اسپانسر برنامه یا عضو برنامه آفساید هستن که بدون این دوستان عزیز اصلا برنامه آفساید نمیتونست به این نحو یا به هر حال 1 سال با شما باشه. سلام عرض می‌کنیم احسان جان، خوشحالیم که شما رو روی خط داریم. عرض سلام دارم خدمت رندی عزیزم، مانوش و مهران عزیز. به هر حال خوشحال هستیم احسان جان شما رو روی خط داریم و دوست داریم از این موقعیت هم استفاده کنیم از شما تشکری بکنیم برای این 1 سالی که عضو خانواده آفساید بودید. مرسی از شما رندی عزیز، باعث افتخار من بود. اول از همه آشنایی با شما که دوست خیلی خوب، نمیتونم بگم به عنوان اسپانسر، ولی خب به عنوان یه دوست بیشتر زحمت‌ها همیشه به گردن شما عزیزان بود و واقعا میتونم اینو به صراحت بگم، واقعا بگم که یکی از بهترین برنامه‌ای بود که من توی این چندین سال اسپانسر شده بودم و به هر حال همه اینا به لطف شما عزیزان بوده. احسان نازنینم سپاسگزارم اول از رندی عزیزم و مهران عزیز. در واقع به من این فرصت رو دادم برگردم ایران، برگردم تو زمین‌های فوتبال، ورزشگاه‌ها، برگردم به محله‌هایی که دوست داشتم، بچه‌ها رو ببینم دوباره باشون آشنا شم. من برنامه آفساید رو این گونه می‌بینم. فکر می‌کنم برگشتم ایران همه کوچه‌ها و محله‌ها و شهرها رو گشتم. همه سیندرلاها رو از نزدیک دیدم، همه جوان‌های خوشتیپ ایرانی رو دیدم. احسان جان اگه اجازه بدیم با همسر گرامی شما صحبتی بکنیم، یه تبریک عید داشته باشیم. خیلی ممنون از همه شما عزیزان. من پس می‌دونم که سامی جان بیاد روی خط با شما صحبت بکنه. از طرف من خدا. مرسی احسان جان. سلام میکنم خدمت همه دوستان و عزیزان، رندی عزیزم، مانوش جان و مهران عزیز. سلام داریم برای شما. خیلی خوشحالیم که با صدای شما رو میشنویم و به هر حال ایام عید هستش. از شما هم تشکر میکنیم که در این 1 سال اخیر در کنار ما بودین، عضو خانواده آفساید، و از طرف همه طرفداران برنامه آفساید از شما تشکر میکنیم. خواهش میکنم. اینجا داره که ما از شما تشکر کنیم و از همه دوستان و عزیزانی که بیننده برنامه واقعا زیبا و جالب شما هست و بیننده هستن و حمایت میکنن. واقعا جای خوشحالی داره که در این برنامه های تلویزیون های 24 ساعت واقعا یک برنامه پرمحتوای ورزشی اجتماعی هم برگزار میشه و این برای ما افتخار هستش که با شما دوستان همکاری داریم. قبل از اینکه خداحافظی کنیم فقط خواستم بگم بعد از صحبتایی که آقای سفریان کردن دیگه قرارداد یه 6 ماهی فکر کنم تمدید بشه با فوریو. ان شاءالله 100% اگر عمری باقی باشه اول از همه سلامتی ها یاری کنه و تمام این مسائل 100% ما هم برای ما افتخاری هستش که در خدمت همه دوستان و عزیزان باشیم. به هر حال آرزوی بهترینا برای شما داریم. حالا در سال آینده بودن یا نبودن شما به هر حال ما سپاسگزاریم که در این 1 سال پیش با ما بودین، زحمات شما و همین که در کنار برنامه آفساید بودین از شما تشکر می‌کنیم. امیدواریم که سال خوبی داشته باشین. ممنون از شما. منم براتون همین آرزو رو دارم و 100% خوشحال هستیم که همیشه همزمان شما دوستان رو اگر این نوعی و گونه‌ای حمایت باشه 100% برای ما افتخاره. خدا مرسی سمی خانم. ما به هر حال سپاس داریم همیشه از شما، همیشه با ما هستید، فرق نمیکنه. فوریو همیشه شعارش هست و از اینکه به فرداهای بهتر و برای همه فکر میکنه، میدونم که فوریو هم با ما همیشه به فرداهامون هست. فقط به احسان جان هم بگید سفارش ما رو بکنید برای ما، بالاخره عیدی هم حالا عیدی هم یه چیزی در نظر داشته باشه. با امید خدا، با امید خدا. برام این به گونه‌ای میشه گفت واقعا این قصد و هدف ما هستش و واقعا انشالله با امید خدا که همه دوستان و عزیزان هم موفق باشن روز به روز بیشتر و بیشتر. مرسی خیلی ممنون. موفق باشید. سال نوتون هم مبارک. خدا نگهدار. ممنون همچنین. خدا نگهدار. I love you. پرسپولیس برده بود میتونست یه عیدی از آقای احسان بگیری؟ نه من یه سوال. اولا مهران عزیز همیشه میگه دعا کردیم. حالا یه بار دعا کن لوتوهای منو ببره. البته من به مارتین اونم خیلی دعا میکنه تا میگه خدا با قمار کاری نداره. مهران دعا نمیکنه به خاطر اینکه میگه اگه شما لاتو ببرین دیگه میرین دیگه نمیمونین تو برنامه. عیبی نداره. من نه اتفاقا در مورد رفتن و گفتن من همیشه میگم و شاید در فصلی دیگر. ببینید الان وقتی احسان نازنین من و سامی نازنین من هر دو برای من دیگه نازنینن، جزء دوستان منن، رد پاشون رو قلب آدم جا میمونه. ببینید من وقتی الان در مورد چه برم اصلا رفتم، من اصلا کاراکترم این گونه زندگی میکنم. احسان نازنینم و یک دوست خنده رو
با کلاس دیدم، چه مسئله داد و ستد نیست. و سامیه خانم اگه یادتون باشه اولین باری که اومدن صحبت کردن و رفتم، من گفتم چه زنی سوفیستیکیدی هستن، چه زن با مسلط آگاه. من آدما رو واقعا میگم، من در زندگیم همه دوستانم، همه حتی آشنایان رو یه بار وزن میکنم، نظرم هم هیچ وقت تغییر نمیکنه، چه در افت و خیز زندگی باشه. شما آدما رو نمیتونید با شرایط و اوضاع تصمیم بگیرید در موردشون. این رو یاد بگیریم. ما قبل از اینکه خداحافظی بکنیم فقط میگم هیچ موقع نباید ناشکری بکنه. ما خوشحالیم که فوریو 1 سال با ما بود، حالا از شوخی گذشته قرارداد تمدید بشه یا نشه فرقی نمیکنه. ما سپاسگزاریم که 1 سال اجازه دادن که آفساید به خانه شما بیاد و ما مهمان خانه شما باشیم. حالا ببینیم چه اتفاقی در سال آینده میفته. آقای سفریان فردا هم با دوستان خواهیم بود، آخرین برنامه زنده 1387 قبل از روز آخره. فردا روز آخره قبل از برنامه ویژه و مسئله عید و تعطیلات 3-4 روزه برای ما آفسایدی ها. بله فردا روز دعاست برای سال از الان دعا کنید. ولی من مگا دارم نه، ولی واقعا میگم اون چیزی که مسلمه حامیان برنامه ما همیشه و مثل همیشه شما آفسایدیای نازنین هستید که برنامه رو نگاه میکنید، دنبال میکنید و اسپانسر برنامه هم همیشه گفتیم فوریو هستش که این برنامه رو که برای شما آماده میشه، تهیه میشه، به خونه های شما میاره، با حمایت این عزیزان هست و فوریو همیشه برای شما گفتم بهترین ها رو انتخاب کرده. برای اینکه بدونید که فوریو هم همیشه پشتیبان این برنامه هست. شما هم دوست داریم که با این شماره ها تماس بگیرید. شما نازنینایی که میخواید سرمایه گذاری کنید، میخواید در املاک، در ملک، خلاصه راه بندازید پولتون و بیزنستون رو بهتر کنید، با این عزیزان باید تماس بگیرید که فوریو هم توانایی این رو داشته باشه که با آفساید باشه و شما رو دنبال کنه و فرداهای بهتر رو براتون بسازه. از شما هم سپاسگزاریم. امیدوارم که همیشه خوب و خوش باشید. فردا که دیگه برنامه آخر 2008 ایرانی دیگه 1387 رو فردا انجام میدیم چون جمعه دیگه عیده. و سپاس بیکران. For you, with you, offside. احسان جان مرسی و سمی خانم نازنین هم مرسی. از بچهای فنی و همه دوستانی که در کنار ما بودن فردا در برنامه ویژه آفساید تشکر خواهیم داشت. دوست داشتیم امروز فقط از مشاورین املاک فوریو سپاسگزاری بکنیم. من برای یک دوستی نوشتم فصل دیگری است. امیدوارم در فصل دیگر قدر خودش رو بدونه. برای همه شما هم همین آرزو رو دارم. قدر خودتون رو بدونید. وقتی قدر خودتون رو بدونید پاسا رو خوب میگیرید، عاشقانه هم گل میزنید. در حال این چراغ‌های برنامه آفساید روشن بمونه یا خاموش. ما سپاسگزاریم که شما اجازه دادین در این 1 سال پیش ما مهمان خانه شما باشیم. به هر حال هر داستان شروع و پایانی داره. تشکر می‌کنیم از همه شما دوستان خوب، بیننده‌های برنامه آفساید. واقعا از صمیم قلب همه شما رو دوست داریم و خوشحالیم که در این 1 سال تونستیم با شماها باشیم. امیدواریم که در سال آینده هم بتونیم این کار رو تکرار کنیم، با شما عزیزان خوب باشیم. تشکر می‌کنم از بچه‌های فنی. قبل از یه جور صحبت می‌کنیم آقا می‌خوایم بریم. نمیخوایم بریم، ما هستیم دیگه. تا اونا هستن، بیننده ها هستن. شاید آخرین برنامه امسال باشه. آخرین برنامه امساله بگو. حالا باز ما میبریم تو بحران. حالا آخرین برنامه امسال. حالا مثلا فردا من بگم سال دیگه شما رو میبینم، یعنی چی؟ یعنی ما رفتیم حالا پس فردا میشه سال جدید. سال آینده. ایشون دعا میکنن و اتاق فرمان ناراحت شدن. نگیم. بچهای فنی سپاسگزاریم. فردا برنامه ویژه خواهیم داشت. تشکر میکنم از همه دوستانی که در این 1 سال اخیر با ما بودن. امروز از الکس در اتاق فرمان، محمد رضا، بقیه دوستان، سینا که امروز اومده ما سر زده بعد از مدت ها، فقط آخر برنامه میاد سلام علیک میکنه. تشکر از شما که بیننده برنامه آفساید بودین. همه شما رو دوست داریم. تا فردا به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون. I love you. خدا نگهدار. Offside, sponsored by For You Properties. ما امروز به فردای شما میاندیشیم. جیم تاور، اولین پروژه در اجمان با پارکینگ رایگان. مشاورین املاک فوریو 2097 150 22 40 448